آبشار شیرآباد. داریم میریم آبشار شیرآباد. تقریبا 7 کیلومتر مانده. مجتمع فرهنگی شیرآباد. به 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 به، طبیعت در دل طبیعت. ماشاءالله. 3 کیلومتر مانده. ماشاءالله چه طبیعت. به شیرآباد خوش آمدید. حالا ورودی هم مقدم گردشگران محترم به روستای توریستی شیرآباد گرامی می‌داریم. آبشار رو نگاه، یه عکس آبشارش هم داده اینجا. نگاه آبشارش عکسشه. حالا ان شاءالله میریم. امید از خداوند. این تازه آبشار معمولیشه، نگاه کنین. خیلی، یعنی من تو بالا نرفتم، بالاتر بریم یه آبشار بزرگتر میاد. چند تا آبشار خیلی زیبا داره. با جلوتر که بری آب خنک، خیلی خنک. هنوز ادامه هم داره. حالا ما راهش از اون باید پیدا کنیم کجا بخواد بره بالا. خیلی سرده. سر الان یکی خریده خانم در خالص اگه بخوایم مثال بزنی، یعنی این یه طبیعت اومدیم آب و هوای بی‌نظیر که دریام رو به رومونه و یه قایق هم وسط آب. دیروز هم اینجا بود. قایق یا کشتی فکر میکنم. طبیعت بی‌نظیر. نزدیک چالوسیم ما الان. با چالوس
5 دقیقه 10 دقیقه فاصله داره که رامسر و چالوس، نمک آبرود هم نزدیک. دریا، ویو دریا روبرو میبینین با یه طوبیت خالص، درخت انار رو مشاهده میکنین. این هم یه جنگل تنگدار نوشهر.